4 تا مهارت وجود داره که تو بحران بعضیا رو جلو میندازه. تو اقتصاد پر ریسک همه عقب نمیمونن، بعضیا جلو هم میزنن. سوال اینه که چرا؟ چون اینها با اطلاعات ناقص بازار هم تصمیم میگیرن. فرقشون با اونایی که با داشتن همون اطلاعات فلج میشن اینه که اینها منتظر آروم شدن بازار نمیمونن، چون میدونن ممکنه بازار هیچ وقت آروم نشه. برای همین تو دل بی‌اطمینانی و بی‌اعتمادی به بازار میفهمن که سرعت تصمیم از وسواس دقت مهمتره. بعدش هم یه چیز دیگه هم هست، این افراد جرأت جابجایی دارن، نه تعصب موندن در یک جا. وقتی یه بازار میمیره نمیسن بالا سرش عزاداری بکنن، بی سر و صدا کوچ میکنن توی حوزه دیگه. تو بحران جابجایی از پایداری ارزشمندتره. از اون طرف اینا میدونن خطرناکترین مدل درآمد تک‌بعدیه، مخصوصا تو شرایط ناپایدار. کسی که بازی رو بلده نه اسیر دلار میشه، نه اسیر ریال میشه، نوسان براش تهدید نیست، ابزار بازیه. در نهایت این افراد سبکن، سرمایه‌شون رو سنگین نمی‌کنن. تو بحران سنگین بودن یعنی عقب افتادن. مثلا به جای خرید ملک اجاره میکنن. مالکیت افتخار نیست که هزینه است. به جای کارخونه زدن تولید رو برون سپاری میکنن. به جای استخدام با نیروهای پروژه‌ای و فریلنسری جلو میبرن کارشون رو. آخرش هم به این نکته میرسیم که خیلی قاطیش میکنن. تو بحران برنده ها آروم میمونن، ولی دست به تصمیم میزنن، دست به اقدام میزنن، الکی منتظر نمیمونن.